فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده که محمد از تربت جام این سوال کردن میگه که من همیشه جمعه ها بعد از ظهر سر قبر پدرم میرم. چند سال این کار رو میکنم. میخوام ببینم این کار من درسته یا نه و چه کارهایی برای پدر مرحومم انجام بدم که ثواب داشته باشه. این رفتن برای دعا بر والدین بالای قبرشان بله. و همچنین اقارب دیگری که فوت میشوند اشکال ندارد. دست رفته برای از آنها بلکه وضعیتی از آنها را به یاد میارد و قیامت هم به یاد انسان میارد و انسان متوجه میسازد که آینده او هم به امی راه رفتنی هست و باید برای این موقف و برای این خانه آمادگی کلی خود داشته باشد. و دعا یکی از عمده‌ترین چیزهایی است که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان میمیرد و از او سه چیز، همه چیز از او برمیگردد و سه چیز به او پیوسته فایده میرساند. یکی علمی که به سود مردم داده و به مردم تعلیم داده، یا کاری خیری که انجام داده و صدقه جاریه هست و پیوسته تا وقتی که او باقی هست ثواب او به او میرسد. یا اولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکی که برای او دعا کند. یعنی خیر ای همیشه به بالای قبر بوده باشد یا در نماز یا که در بعد از نماز و در عام حالات زندگی خود در جریانی رفتن در همه حالات برای از اونها دعا کند و دعای از او اثرش به او میرسد. همچنان صدقه بکنه، الله تبارک و تعالی ثواب ای را بعد والدین ما برسان. و همچنان اگر حج بالای اونها فرض شده باشد و موفق به حج کردن در وقتی او با تصمیم داشتن که ادا بکنن اما میسر وقت برایشان میسر نشد یا که یعنی این سال و سال دیگر اونها را به تأخیر انداخت تا که مرگ به سراغ اونها آمد، این فریضه را هم از جانب اونها باید ادا کنن ورثه ایشان بخصوص فرزندان. همچنان روزه قرض بالای اونها مانده باشد. تمامی از اینها باید ادا کنن و او برایشان ثوابش میرسد. اما ای که خود او هیچ تصمیمی ادای را نداشته باشد مسئله جیدگانه است که در او صورت باز هر نوع ادای از او اداگر و قضا شونده نیست.